функция дод шудааст. چه فункция y برابر 4x تقسیم 7 مینوس 3 تقسیم 7 داده شده است. هنگامی کدام قیمت x قیمتی فункция با 3 برابر می باشد. این سوال یک نمونه دیگر سوالی مدل ها، یعنی مدل ها از همینجا آمدگی گفته می شود. یعنی برای کدام x قیمتی فункция یعنی y داده شده است. y ما چند قیمتی فункция آن وقت با y برابر است. y برابر 3. اگر y 3 باشه x چند میشود؟ یعنی با مدل میمونه، با فункция میمونه، مدل پیدا میشود. 3 برابر 4x تقسیم 7 مینوس 3 تقسیم 7. یعنی مخرج ها برابر میباشند. اینها در یک مخرج هم گرفته میشود. 7 میکنیم 4x مینوس 3. بعد این مدل کار کردن نکنیم چی میشود؟ 21. 3 رو با ابزار میکنم، 21 برابر میشود با 4x مینوس 3. بعد 3 رو به طرف چپ گیریم، 24 برابر با 4x و x برابر 6. یعنی چی معلوم میشود؟ برای x اگر 6 شود وقتی ما با فункция میمونیم قیمت ما باید 3 شود. بیاین سنجش گذارونیم. اگر باوری نداشته باشین سنجش چی میشود؟ y برابر میشود با 4 ضرب 6 تقسیم 7 مینوس 3 تقسیم 7. چه خیلی که میبینید؟ یعنی 24 مینوس 3 مخرج ها که اخیر هستن در یک مخرج ها میگرفته میتونیم چی میشود؟ این 21 تقسیم 7 21 تقسیم 7 چه مینوس 3. یعنی قیمتی فункция ما با 3 برابر میشود. کی؟ وقتی که x برابر 6 است.